سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. شهادت بیش از 700 تن در 9 ولایت کشور در تجاوزات اخیر پاکستان. تاکید وزیر خارجه کشور بر حل مسائل افغانستان و پاکستان از طریق راه‌های دیپلماتیک. و اظهارات ترامپ درباره نجات پیلوت آمریکایی از خاک ایران. امروز یکشنبه 16 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، میگوید که رژیم نظامی پاکستان از 22 فوریه تا 4 آپریل سال 2026 میلادی بر 9 ولایت کشور تجاوز کرده است که در نتیجه آن 761 فرد ملکی شهید و 626 تن دیگر زخمی شدند. آقای فطرت افزوده که در این حملات هوایی، توپخانه‌ای و راکتی 34 مسجد، 23 مدرسه، 13 مکتب، 3 مرکز صحی، 256 دکان و 42 وسیله نقلیه تخریب شده و 661 رأس مواشی نیز از بین رفتند. مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، در نشست مشورتی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در کابل گفت که امارت اسلامی افغانستان با صداقت و رویکرد رای المحور در مذاکرات با پاکستان که در شهر ارومچی چین برگزار شده است اشتراک دارد. وزیر امور خارجه تاکید کرده که امارت اسلامی افغانستان همواره در پی حل مسائل از طریق تفاهم، گفتگو و روابط مبتنی بر احترام و درک متقابل بوده است، اما حق دفاع از تمامیت ارضی و مردم خود را محفوظ می‌دارد. سفارت ایران در کابل شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان در پی جاری شدن سیلاب در ولایات مختلف کشور را تسلیت گفت. این سفارت در بیانیه با آسیب دیدگان و بازماندگان این رویداد طبیعی ابراز همدردی کرده است. و در اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است که پیلوت مفقود شده طیاره جنگی F-15 آمریکایی که بر فراز ایران سرنگون شده بود، در یک عملیات ویژه نجات یافته است. ترامپ در پیام گفته که نیروهای آمریکایی طی چند ساعت گذشته یکی از جسورانه ترین عملیات‌های جستجو و نجات را برای این پیلوت انجام دادند. به گفته ترامپ، در این عملیات ده‌ها طیاره اشتراک داشته و این پیلوت پس از نجات با وجود زخمی بودن در وضعیت صحی قابل اطمینان قرار دارد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.